سلام دوستان عزیز، به ترسلند خوش اومدین. اگر آماده اید با هم بریم قصه ترسناک آقا امید رو از زبون خودش بشنویم. من امید هستم، بچه اول خانواده. یه خواهر و 2 برادر کوچکتر از خودم دارم. یه رویای بسیار بزرگم تو سرم هست که راستش نمیدونم رویای خودمه یا پدر و مادرم. رویام اینه که یه روز پزشک بشم. برای رسیدن به این رویا شبانه روز تلاش کردم. خانواده‌م هم خیلی ازم حمایت کردن. پدر و مادرم هر دو معلم هستن. کل دار و ندارشون رو گذاشتن واسه خرید کتاب و ثبت نام کردن من تو کلاس‌های تست تا من بتونم به آرزوم برسم و پزشک بشم. بعد از 3 سال درس خوندن و خرخونی کردن بالاخره امتحان کنکورم رو دادم. به نظر خودم که خیلی خوب بود. ولی از هر کس میپرسیدم امتحانتو چطور دادی، اونم میگفت خیلی خوب داده. برای همینم دودل بودم، نمیدونستم واقعا پزشکی قبول میشم یا نه. وقتی قرار بود نتیجه کنکور بیاد دل تو دلم نبود، خیلی میترسیدم، تپش قلب گرفته بودم. خلاصه زد و ما پزشکی قبول شدیم. تقریبا 7 سال طول کشید تا تونستم فارغ التحصیل بشم. حالا دیگه موقعی طرحم شده بود. باید چند سالی رو هر جا که خود علوم پزشکی بهم میگفت میرفتم و طرحمو میگذروندم. معمولا تو روستاها و مناطق دور افتاده میافتادیم. وقتی رفتم تا ببینم به کدوم منطقه اعزام شدم، در نهایت خوشحالی دیدم که باید به یکی از روستاهای گیلان میرفتم. نمیدونستم دقیقاً کجاست. اسم اون روستا رو نشنیده بودم، اما خیلی خوشحال بودم. چون به مناطق شمالی کشور خیلی علاقه داشتم. روزی که به اون روستا رسیدم، هیجان زده بودم. یه روستای دور افتاده نزدیک جنگل که تا به حالم ندیده بودمش. فکر کنم کمتر کسی هم گذشت به اونجا افتاده باشه. وقتی اهالی روستا منو دیدن، جلو اومدن و با هم صحبت کردن. بهشون گفتم من پزشک اونجا هستم. اونا خیلی خوشحال شدن. اینطور که میگفتن مدت زیادی هم بود که پزشک نداشتن و هر وقت یکیشون مریض میشد باید اونو به شهر میبردن که اینم دردسرای خودشو براشون داشت. بهشون گفتم اگه میشه یکی مطب رو به من نشون بده. یکیشون که اسمش حامد بود در نهایت محبت و احترام با همون لهجه شیرین گیلکیش گفت بفرمایید آقای دکتر، من همراهیتون میکنم. من و حامد به سمت مطب حرکت کردیم. فکر میکردم مطب تو خود روستا هست، ولی از روستا خارج شدیم و وارد جنگل شدیم. یه مقدار که جلوتر رفتیم دیدم یه کلبه کوچیک اونجاست. حامد گفت آقای دکتر اینجا مطب شما هست. در رو باز کرد و رفتیم داخل. دیدم یه راهرو هست که سمت راستش یه اتاق بود که تجهیزات کمی هم توش بود، مثل دارو و تخت و صندلی که این قرار بود مطبم باشه. سمت چپم یه اتاق با تخت و کمد بود و گوشش هم یه اجاق گاز کوچیک گذاشته بود که برای پخت و پزم بود. کلبه قدیمی بود اما خیلی ازش خوشم اومد. یه جای دنج و خوش آب و هوا. حامد رفت. منم تو اتاقها رو ورانداز کردم و بعد رفتم تو اتاق خوابم و رو تخت دراز کشیدم. هم هیجان زده و خوشحال بودم، هم خیلی خسته بودم. ناگهان صدای تق تق در رو شنیدم. چشامو باز کردم. دیدم همه جا تاریکه. تازه متوجه شدم از بعد از ظهر که رو تخت دراز کشیده بودم خوابم برده بود. از بس خسته بودم. سریع بلند شدم و چراغ رو روشن کردم. در رو باز کردم که یهو جلوی در خشکم زد. دیدم یه دختر تنها جلو در ایستاده. به قدری زیبا بود که نمیتونستم ازش چشم بردارم. بهم سلام کرد و گفت آقای دکتر به دادم برسید، خیلی حالم بده. گفتم بفرمایید داخل. تعجب کردم چرا این وقت شب یه دختر تو جنگل تنهایی اومده مطب. مگه خانواده یا کسی نداره که باهاش بیاد؟ خودش وارد مطب شد و رو تخت دراز کشید. لباسش هم بالا زد و گفت دلم خیلی درد میکنه. رفتم گوشیمو برداشتم که معاینش کنم. شکمش پر از زخمای عمیق بود، مثل کسی که با شلاق ضربه خورده باشه. گفتم این زخما چیه؟ گفت اینا مهم نیست، این مشکل پوستیه. مشکل من دل درده الان. هرچی معاینش کردم متوجه چیزی نشدم. آخه این اولین باری بود که تنهایی بدون حضور استاد داشتم یه مریض رو ویزیت می‌کردم. رفتم یه قرص مسکن آوردم و بهش دادم تا دل دردش خوب بشه. گفتم شاید چیزی خوردین که دل درد گرفتین. اونم گفت بله من میوه‌ی جنگلی خوردم ولی این دفعه اولم نیست. قبلا دل درد نمی‌گرفتم. پرسیدم چرا تنها اومدین مطب؟ کسی نبود باهاتون بیاد؟ اونم گفت من نمی‌خواستم مزاحم کسی بشم. همه خواب بودن. برای همینم تنها اومدم. به نظرم همونقدر که زیبا بود شجاع هم بود. اون موقع شب تنهایی به جنگل رفتن واقعاً برای یه زن دل شیر میخواد.
دختره چشم ازم بر نمی داشت. از تخت بلند شد و اومد روبروم. رو صندلی نشست و گفت آقای دکتر واقعا ازتون ممنونم. دل دردم خوب شد. خیلی داشت اذیتم میکرد. خدا رو شکر که شما اینجا بودین. گفتم از کجا میدونستین من اینجا هستم؟ گفت از که به اینجا اومدین شما رو دیدم. متوجه شدم که دیگه این روستا هم واسه خودش دکتر داره. پرسیدم اسمتون چیه؟ نگاه عمیقی بهم کرد و گفت آقای دکتر دیگه باید برم خونه. دیر وقته. از جاش بلند شد. منم تا دم در همراهیش کردم. یه وقت برگشت و تو سینم ایستاد و گفت ببخشید من الان پولی ندارم که هزینه ویزیتو پرداخت کنم. گفتم اصلا نیاز نیست. کار خاصی نکردم. مهمون من باشید. اونم با یه لبخند خیلی شیرین بهم نزدیک شد و صورتمو بوسید و رفت. سر جام خشکم زده بود. باورم نمیشد که این کارو کرده باشه. هم متعجب بودم هم از خوشحالی نمیدونستم چه کار کنم. بعد از چند لحظه از در بیرون نگاه کردم تا ببینمش ولی هیچ اثری ازش نبود. تعجب کردم. انگار غیب شده بود. رفتم و رو تخت دراز کشیدم و فقط داشتم به اون دختر فکر می‌کردم. فردا صبح هم یه سر به روستا زدم که هم اهالی رو ببینم و باهاشون آشنا بشم هم ردی از اون دختر ببینم. می‌خواستم ببینم خونش کجاست و کیه و اسمش چیه. اما اونو تو روستا ندیدم. بعد از ظهر هم حامد اومد پیشم و کمی تو مطب با هم صحبت کردیم. از وضعیت روستا و اهالی روستا برام گفت و از مادرش که کمردرد شدید داره و تو رخت خوابه و نمیتونه راه بره. اومده بود که ازم بخواد فردا بعد از ظهر یه سر برم مادرش رو ویزیت کنم تو خونه. حامد که رفت دیگه شب شده بود و رفتم یه تخم مرغ پختم برای شام. شروع کردم به خوردن. آخراش بود که دیدم در میزنن. رفتم در رو باز کردم. دیدم همون دختر هست. با دیدنش انگار دنیا رو بهم دادن. گفتم بفرمایید. گفت آقای دکتر خیلی حالم بده. خودش رفت رو تخت دراز کشید. گفتم دل درد دارید؟ گفت که هم دلمه هم پاهامه. شکمشو معاینه کردم چیزی نبود. دقیقاً مثل شب قبل بود. وقتی رفتم پاهاشو معاینه کنم دیدم پاهاشم پر از همون زخماییه که روی شکمشه. گفتم این زخما که یهو پرید وسط حرفم و گفت آقای دکتر گفتم که اینا بیماری پوستی هستن. روی مچ پاش زخم خیلی عمیقی بود. خواستم به زخم مچ پاش دقت کنم که با صحنه وحشتناکی روبرو شدم. از ترس نفسم تو سینم حبس شد. پاهاش از مچ به پایین خیلی غیر طبیعی بود. اصلا شبیه پای انسان نبود. انگار از وسط پاهاش تا انگشتاش رو نداشت. قبلا شنیده بودم که اجنه به جای پا سم دارن. ولی این سم هم نبود. یه چیز خیلی عجیب و غیر طبیعی بود. از ترس پریدم عقب و گفتم اینا دیگه چیه؟ گفت نترس آقای دکتر این مادرزادیه. گفتم دروغ نگو. این اصلا پای انسان نیست. چرا هر شب میای مطب من؟ بلند شو برو بیرون. خیلی ترسیده بودم ولی تمام سعی خودم رو میکردم که قاطع صحبت کنم تا ازم حساب ببره و بلند شه بره بیرون. دختره از جاش بلند شد و گفت آقای دکتر تو هم مثل بقیه با من رفتار میکنی. من اصلا خوشم نمیاد کسی من از مطبش بیرون کنه. گفتم راستشو بگو اینجا چه کار داری؟ تو که اصلا جای درد نداره. گفت هنوز نفهمیدی من اینجا چه کار دارم؟ من دوستت دارم. میخوام کنارت باشم. میخوام ببینمت. برای همینم مجبورم خودمو به مریضی بزنم تا منو تو خونت راه بدی. حالا که خوب بهش دقت میکردم احساس کردم چهرهشم داره تغییر میکنه. یه شکل دیگه میشه. دیگه چهرهش اون زیبایی و اون معصومیت رو نداشت. چشماش پر از شر شده بود. نگاهاش پر از خشم و غضب بود. به هم نزدیک شد. دستمو توی سینه‌اش گذاشتم و هلش دادم عقب و گفتم از من دور شو. نمیخوام ببینمت. از خونه من برو بیرون. خیلی تلاش میکرد به هم نزدیک تر بشه ولی بهش این اجازه رو نمیدادم. در مطب رو باز کردم و به سختی انداختمش بیرون. احساس میکردم زورش خیلی بیشتر از یه زن معمولی بود. واقعا مطمئن بودم که انسان نیست اما نمیدونم جن بود یا یه چیز ترسناک دیگه. در رو قفل کردم. پرده ها رو هم کشیدم. رفتم تو اتاقم. خیلی ترسیده بودم. همش در و دیوار و سقف رو نگاه میکردم. میترسیدم که یهو از سقف یا از دیوار وارد بشه. گفتم حتما یه قدرت ماورایی داره که میتونه از اینا وارد بشه. صدای پاهاش رو پشت در خونه میشنیدم. یه صدای عجیبی هم میومد که نمیدونم صدای اون بود یا صدای زوزه باد بود که توی درخت‌ها میپیچید. گاهی وقتا یه ضربه به در خونه میزد، گاهی هم به پنجره. شاید اون نبود، شاید صدای باد بود، ولی من چون میترسیدم فکر میکردم اون هست. خلاصه تا صبح نخوابیدم. همش تو اتاق و مطب میگشتم تا ببینم یه وقت یه جایی ننشسته باشه. دمدمای صبح بود که خوابم برده بود. تا ظهر خوابیدم. ظهر که شد از خواب بیدار شدم. یه کنسرو باز کردم و خوردم. رفتم تو مطب نشستم.
غروب که شد صدای در اومد. از ترس سر جام خشکم زد. گفتم دوباره خودشه. نرفتم در رو باز کنم. دیدم شدت ضربه ها هر لحظه بیشتر میشه. رفتم پشت در گفتم کیه؟ حامد صدا زد آقای دکتر چرا در باز نمی‌کنی؟ خیالم راحت شد. بالاخره یه انسان در مطب منو زد. در رو باز کردم. حامد گفت دکتر جان قرار بود عصر بیای مادرمو معاینه کنی. تازه یادم اومد که با حامد قرار داشتم. رفتم وسایلمو برداشتم و با حامد رفتم خونه‌شون. تو راه سعی کردم یه اطلاعاتی هم در مورد اون دختر از حامد بگیرم. اما چون نمیتونستم رو راست باهاش درباره اون دختر صحبت کنم، اطلاعاتی هم دستگیرم نشد. تا مادر حامد رو معاینه کردم و کمی هم با هم صحبت کردیم، شب شده بود. به اصرار حامد و همسر شام تو خونه اونا خوردم. از خونهشون که اومدم بیرون خیلی تاریک بود. با نور موبایلم راه رو روشن کردم و به سمت مطب رفتم. توی راه احساس کردم یه صدایی از پشت سرم به گوشم رسید. به عقب نگاه کردم ولی چیزی نبود. صدای قدم‌هایی رو خیلی واضح داشتم میشنیدم. سرعتم رو بیشتر کردم. احساس کردم اونم سرعتش بیشتر شد. دوباره برگشتم نگاهی پشت سرم کردم ولی کسی نبود. به جنگل رسیدم و شروع کردم به دویدن. اونم پشت سرم میدوید. سرعتم رو خیلی زیاد کردم و سریع رفتم پشت یه درخت سرک کشیدم ببینم چه کسی پشت سرمه. اما بازم کسی نبود. در حالی که من مطمئن بودم کسی پشت سرم بود. چون کاملا صدای قدم‌هاشو میشنیدم. برگشتم که از پشت درخت بیام بیرون که محکم خوردم تو سینه یه نفر. از ترس پریدم عقب و یه داد زدم. سری دهنمو گرفت و با صدای زنانه اما وحشتناک گفت منم آقای دکتر، منم نترس. خودش بود. عین جن تو صورتم ظاهر شده بود. گفت من بهت گفته بودم که دوستت دارم و میخوام کنارت باشم ولی تو منو پس زدی. حالا بگو ببینم هنوزم منو نمیخوای؟ دستشو از جلوی دهنم کنار کشیدم و با عصبانیت گفتم برو کنار. این آخرین باری باشه که به من نزدیک میشی. دیگه نمیخوام ببینمت. این حرفو که شنید خون تو چشماش موج زد. توی چشم به هم زدن خودشو به گردنم رسوند و محکم دندونم گرفت. احساس کردم بخشی از گردنم رو با دندوناش جدا کرد. محکم هلش دادم و پرتش کردم زمین. دستمو گذاشتم رو گردنم. دیدم خون زیادی ازش میاد. به سمت کلبه حرکت کردم اما سرم گیج رفت و افتادم زمین. یه موقع چشامو باز کردم دیدم تو بیمارستان هستم و حامد و چند تا از اهالی روستا هم دور برم هستن. گفتن خدا رو شکر آقای دکتر که به هوش اومدی. گفتم من اینجا چه کار میکنم؟ حامد گفت والا دکتر جان بعد از این که رفتی کیفتو جا گذاشته بودی. اومدم کیفو بهت بدم که دیدم نرسیده به مطب رو زمین افتادی و لباساتم خونیه. آوردم روستا و با چند تا از اهالی رسوندیمت بیمارستان. خون زیادی هم ازت رفته بود. برای همینم بیهوش شده بودی. ولی خدا رو شکر عمرت به دنیا بود. تازه یادم اومد که اون شب چه بلایی سرم اومده بود. حامد گفت آقای دکتر چه اتفاقی برات افتاد؟ منم از سیر تا پیازشو براشون تعریف کردم. اونا منو به خونه حامد بردن. مادر حامد وقتی ماجرا رو شنید گفت فکر کنم میدونم اون دختر کیه. مادر بزرگم تعریف میکرد اون زمان یه دختر به نام ماهتاب همسن و سال مادر بزرگم بوده. از اهالی همین روستا بودن. ماهتاب عاشق پسر عموش میشه در حالی که پسر عموش دختر دیگه‌ای رو میخواسته و عقد کرده بوده. ماهتاب هم دست بردار نبوده و حتی پسر عموش رو تهدید میکنه که نامزدش رو میکشه. پسر عموش هم قضیه رو به خانواده ماهتاب میگه. اونا هم که میبینن این دختر آبروشون رو برده با زنجیر میافتن به جونش و حسابی کتکش میزنن. میخواستن بکشنش. ماهتاب هم فرار میکنه به سمت جنگل و دیگه بر نمیگرده. خانواده‌اش هم وقتی نتونستن اونو پیدا کنن از این روستا رفتن چون نمیتونستن با این بی‌آبرویی تو این روستا زندگی کنن. از ماهتاب خبری نشد. ولی میگن روح ماهتاب تو جنگل سرگردونه و هر وقت از یه مرد خوشش میاد حتما میاد سراغش و ازش انتقام میگیره. انتقام عشق یک طرفه‌ای که باعث دربدری شد. اون شب تازه فهمیدم چه خطری از بیخ گوشم گذشته. البته هنوز نمیدونستم که آیا دوباره میاد سراغم یا نه. شب رو خونه حامد موندم. زنگ زدم به بابام. اونم فردا صبح حرکت کرد به سمت روستا. ماجرا رو که بهش گفتم خندش گرفت و باور نکرد. ولی وقتی اهالی روستا و خصوصا مادر حامد باهاش صحبت کردن باورش شد. راستش این ماجرا برای خود من باور کردنی نبود چه بخواد برای بابام. اون روز همراه بابام به خونه برگشتیم و از فرداش رفتیم دنبالش تا اینکه بتونیم با دوندگی زیاد محل طرحمو تغییر بدیم و جای دیگه مشغول به کار بشم. الان 2 سال از اون روز گذشته ولی هنوز یه ترس توی دلم هست که مبادا یه شب یه جای تنهایی گیرم بیاره و حسابمو برسه.
اگه یه زن معمولی بود ازش نمیترسیدم و راحت زورم بهش میرسید، ولی اون یه روح سرگردان بود، یه روح خبیث که قدرتی ماورایی داشت. امیدوارم از داستان امشب که آقا امید برامون تعریف کرد خوشتون اومده باشه. لطفاً اگر هنوز عضو کانال ما نشدید همین حالا دکمه سابسکرایب رو بزنید و بدونید که با لایک کردن این قصه به نشر اون کمک بزرگی میکنید. خدا نگهدار.